سلام دوستان، امروز میخوایم تست سوخت اینو رو این بزرگی انجام بدیم. همه کارا درست شده. انشالله پنجشنبه میخوایم این ستا رو با هم 4 درس با هم بکنیم. امروز من بهتون بگم چند شنبه امرانش من این 192 رو بگیرم. این من ببخشید این چرز زدم بالاش چون بیسیم روش بست بوده. ما را به اعلام تقدیم روز و ساعات شرعی جلب نماید. امروز چهارشنبه 9 مهر 1399 هجری شمسی مطابق با 12 صفر 1442 هجری قمری و برابر 30 سپتامبر 2020 میلادی از آن مغرب. خب دوستان، همینجوری که داریم میبینین امروز تاریخ دقیق همینجوری دوستان داریم میبینین. گفتم که امروز چندمه. من یه عکس از اینو بگیرم. این مارکت نیست، خوشبختانه چی هم نیست، همین بتون شده هم نیست. بعضی رفتن گفتم بتون شده، شما نگاه کنید اصلا بتونه نداره. میخوام چرت و پرت خیلی میگم دوستان، سوزشون گرفته. شبرامی میزاد گوری، من اسم خودم هم نوشتم، خودم هم اومدم جلو دوربین که بچه ها ببینن. این برشم افرایده. هر کسی که خودش جا ما یا با ما معرفی کرده اینا همه دروغه. این یکی هم هست، این یکی وقت هوا به خاطر اینکه داره تاریک میشه من به خاطر همین دارم فیلم میگیرم که بعدش تست سوخت این رو تو انجام بدم. اینجا رو بخونیم. سید میزدگواری افرائیل، اینا رو باید آروم، ولی اینا مغزنه شون من بعدش کنم. اینه مشکلی نداره که بخواد منفجر بشه. نه من 10 دقیقه دیگه برمیگردم با این چیزه. این قبلا هم که من فیلم میگرفتم بچه ها یاد میدادن یه ذره صدمه ازم ناجور و نمیدونستم این فیلم ها دارن پخش میکنن. الان من تیپ هم میشه اینجوری بود. اینجا هم که گفتم آزمایشگاه هیچی داخلش نیست، هر کی دور میشه. این هم اینجا که میبینید نور افتاده، اصلا هیچ برآمدگی چیزی نداره که بخواد. وزنش هم الان در کل با این موتور و مخزنش و سیستم فرستنده که ما داخل این بخوام نصب بکنیم، کنترلادورش و با لیزر و اینا که بخوام روش نصب بشه، حداقل 700 یا 800 کیلو خوشگل میشه. الان این وزن خودش 20 از فکر کنم 250 کیلو هست. من نمیدونم. یا اول فرق برو روشن کن. ایوالا باز کن باز کن تا بازش کن تا برو. خاموش دوستان چالیتی موی با چالیتی دانشید یه لحظه تا بازش کن. خاموشش کن. خاموش خاموش کن. تموم شده. بخواه یه آلمان دی. برو آفرین تا زیاده بسته. ایوالا خودشه. خاموش کن خودشه. سلامتی جم.